راستی در همون چگونه میگن دایرکت لیچکم با می نوشتن امور حج رفتی با اومدی حافظی میکنی یا اینکه وای حاجی را بینینی هر کس که حج میکند برای خود میکند اولش از برای الله من شما رو بزنی میگیرم خیلی من هنرمند با چی میشه از برای الله خود این مرا میگیشه و زیاد شما فکر نکنه ما با او قدرانده نیستم که شما را بگیرم و بخورانم و بپوشانم و در مراسم دفن این اپای عزیزمون سخنان بسیار هم خوبم گفتن و گفتید و مخصوص شما بعضی از سخنهایی رو قید کردید که دیگران نگفتند. شما گفتید که این نفر برای خودش زندگی نکرد، برای دیگران زندگی کرد. یعنی چی؟ در حالتایی که مادر برادرم از دنیا گذشتن در همه حالات من همی اپا را در برم دیده بودم در هر دویشان. چند سال میشود بیشتر هستید؟ گفتید که در سال نو 2019 البته من یک سرود برای پدر آماده میکنم و از این سال تا این سال الکی 6 سال پشت سر میشود. آیا برای پدر شما سرود آماده کردید؟ نه. برای چی؟ شاید از سببی که مهری پدری را ندیدم به همین خاطر باشه. ندیدید. گرانترین لباس، گرانترین ماشین و هر چیزی گرانترینه که شما از دست دادید یا اینکه به دست آوردید نرخشون چقدر بود؟ وصیت میکردم که بعد از مرگم یگام نواری مرا دیگر مثل که خیلی کپای فیضی‌گلا موندن خیلی نمونن. گوش نکنن. نه گوش کنن نمونن و من دعا میکنم هر شب پیش خداوند که یک مرگ با آبرو نصیب میکنن. سلام، سال 2025 اومد و در سال نو باید پولی بسیارتر کار کنیم. برای پولی بسیار کار کردن برای شما پکیت آپشن رو توصیه میدهیم. میگن که میدونید ما باری اول نیست که پکیت آپشن رو برای شما توصیه میدهیم. حالا با طرز درستی کاری آن آشنا میشوید. یکم، با پکیت آپشن شما میتوانید در خانه، در جای کار و حتی در سفر با تلفن کار کنید. دوم، سامانه پکیت آپشن برای شما ساده و فهمو پیشنهاد شده است و شما میتوانید آن را با آسانی استفاده برید. حالا برای شما طرز پول کار کردن رو نشان میدیم. یکی از اکسیر جهانی رو انتخاب بنماییم و $20 وارد میکنیم. کمک منتظر میمونیم. اکنون دیدید که $20 ما چقدر زیاد شد. باز یک تای دیگر $30 رو انتخاب میکنیم. کمک انتظار میشویم و دیدیم که $30 ما چقدر زیاد شد. و اگر شما این برنامه رو نمیفهمید پس ذهن صنعی رو انتخاب میکنید او خودش به جای شما کار میکند و همین طور میتوانید شما پول کار کنید. شما نیز درآیید پروموکد ما رو استفاده برده در دپوزیت اول صاحب 100% بونوس شوید. فراموش نکنید شما اول از دموشوت آموزید و بعدا با سلکه های حقیقی گذارید. وقتی که شخص در زندگی مشکل دارد حاجت به نفر پیدا میکند که واقعا درد دل رو افشا بکند و از قصه های نهفته حرف بزند. ما امروز مهمانی رو با برنامه دعوت نمودیم که واقعا هم از چند سالی که در برنامه های اشتراک نداشت و از واقعا هم سخن هایی که در دلش حفظ کرده است تا این لحظه با شما حرف میزنیم. سلام دوستان عزیز، نفرانی که پیوسته برنامه های کانال توجکان گروپ رو پیگیری میکنن، من باور دارم این برنامه نیز برای شما جالب و دیدنی هست و مهمان ما سریناز یوسفی. السلام علیکم آقای عزیز. و علیکم سلام. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش باشید. من باور دارم که در این هوای سرد فصل زمستان صحبت گرم داریم با شما ان شاء الله. و باورم دارم که چند سوال هایی که از جانب خب تماشابینان، از جانب مخلصانتون و به واسطه از جانب خود ما براتون پیشنهاد می شود شما درست دقیق جواب می دهید. من 2 سال پیشتر شما رو با برنامه دعوت کرده بودم اگر در خاطرتون باشد. بله بله. بعد از همون برنامه شما یک ویدیو کرده در شبکه‌های اجتماعی و گفتید که بعضی از بلاگرانی هستند که ماها منتظر میمونن، ماها مثلا زورا میکنن تو اینکه با برنامه بیایی و وقتی که با برنامه میایی به اجازت تو مثلا یک سخن نوشته میکنن یا یک عکس دیگر میمونن. خلاصه همین قسمت ویدیو شما رو با من زیاد روان کردن و گفتن که با شما گفتم این سخنان با شما تعلق دارد یا شما رو گفته علامت سوال گذاشتن. من خواستم که یعنی تا این زمان من همین چیز به خودم نگاه داشتم و گفتم که من همین سوالات در یک برنامه با خود یپای سریناز خواهم داد و سریناز خودش پاسخ بگوید که همین سخن برای من بود و اگر برای من هم بود من خفه نیستم، برای که هر نفر یعنی آزاد است و حق گفتن اندیشش دارد و خواستم همین فهمم که همون ویدیو واقعا همون رولیک برای من بود یا برای دیگر نفرم. نه نوروز جان برای شما نبود، زیرا که یگام زیادتی سخن نبود در آنجا. نواری مادر وای بود وای خودش اول که وای شخصیت میداند که وقتی که در حقیقت هنرمند دعوت میکنند یک سرلوحه رو برای یک لایک و تماشابین جلب کردن یک سرلوحه میمونند که یک
یک وای میشود، یک حالت ناراحت کننده میشود برای ما. بله درسته. سلامت باشید. خب من فکر میکنم شما جواب را شنیدید. وقتی اخیر ما در اینستاگرام بسیارتر من اهمیت دادم، شما به خانه نفران می روید که بیمار هستند، معیوب هستند، هیچ کس ندارن و از اونجا ویدیو میکنید، یعنی به طور آنلاین و یعنی کم هم باشد به ایشون کمک میکنند و خود شما من فکر میکنم که بسیارتر کمک میکنید و حتی در ویدیو ها من میبینم که شما میگیرید در نزد امون نفر. چرا شما دست به چنین مثلا نوارهای این که چرا چنین سمت رو انتخاب کردید؟ این برای کمک است یا اینکه نمیدونم برای چی؟ نوروز جان، هر یک نفری که به این دنیا می آید فکر میکنم که باید که اولین درجه یک ضرر برای جامعه نباشد. باید که خداوند وقتی برای ما میدهد ما باید که در برابرش به دیگران کمک کنیم. بله. من از اول منت نمیکنم، از اول علاقه این در دل من علاقه بود. این یک گویم که یک چخین که یک آدم برای خودش یک خاص میداند نیکی کردن رو، علاقه که من تعریف نمیکنم. اولش خداوند، بعدن دوستا و خشته برای نما را میدونستن که من از اول مثال همیشه میخواستم که هر روزه یک کسی یک خوبی نیکی کنم. و وقتی که من خودم یکم کارهای عملهای خیر میکنم، آنها رو هیچ وقت به نوار نمیگیرم. وقتی که از طرف یکم نفرها میشود کارهای خیر میگن که مثال که برده به همون فلان جا رسان، حتما برای وی یک نوار لازم است که به دست اونا رود که شاید که خلق باور کند که در حقیقت همین پول کجا رفت. و آن چیزی که اگر من خودم میکنم هیچ وقت ویژنم نمیبردارد که نوار کنم. نه، باید پروردگار میداند باید که خوبی خیری که مثال بین من و پروردگار است و خودش کافی است. بله. سلامت باشید. درباره زبیدالله حرف میزنیم. در یک برنامه زبیدالله گفت که سریناز برای من حق مادری دارد و من وقتی که به دوشنبه آمدم به خونه یعنی سریناز رفتم، به خونه اپای سریناز رفتم و من میخواستم بفهمم که واقعا هم درست است و طولی در خونه شما از زبیدالله و اگر ها چگونه شما رو پیدا کرد یا شما رو پیدا کردید؟ من راستی وقتی که زیاد سفرهای هنری مرکه ها زیاد و انمی ناحیه رشت به غرب میرفتم. بعد در یک سبت غرمی بچه که من با کلیپ تقریبا 1-2 سال می شود همونجا ثبت کردم که بعدا گفتن که یک نو قلمی هست که میخواهد که با شما همصحبت شد، مخلص بوده است. خیلی بعدا به همون جای مکانی که ما بودیم در غرب آمد وارد شد، همراه ما 6 همصحبت شد و گفت که من میخواهم که مثلا یک مشهور شوم، یک راوی خوب شوم. گفتم پس جایت دوشنبه است، شهر است، مرکز. خیلی بعدا آمدن مرکز آمدن. خیلی چند وقت بود که خیلی یک سخن یا که یک شعری که او رو معرفی کرد. بعدا شد روزهایی که مثال رقمهای مرا میدونست، از نمیدونم از همون اجارشین بود، از اونجا البته پیش کردن چیکار کردن که به من زنگ زد. راستی من همچی یک مسلمان، همچی یک انسانی که رحمدل میگن که اگر که شخصی که شخص مسلمان باید که رحمدل باشه. البته که خیلی دلت میسوزه چگونه و در غریب حساب میخورد. خیلی بعد به خانه جو کردم مثال، بعد بود که یک چند روز خیلی بعد یافت جویش رو، مثال کمی کار کرد، توانست یاردمش کردم که یک اجاره گیرد. خیلی بود که از آنجا باز رفت، خیلی باز یک چند روز دیگر مثال زنگ زد. خیلی میداند که یک انسانی هست، انسانی روزی پهلو که همیشه در یک دشواری زند حتما برای من زنگ میزند و برای من یک باعث افتخار است که وقتی که میدانند که من حتما در همون روزا انسان کمک میکنم. یعنی حالا با شما نیست؟ نه، وای علاقه باز جوش یافت رفت. خدا با شکر. تشکر برای شما. واقعا هم در یک موضوع صحبت میکنیم که بسیار دشوار است اطراف این موضوع صحبت کردن. دوستان چند پیش ما همه خبری مرگ یک سرانده بسیار شناخته که اپای عزیز همچون برای ما شخصا یک اپای بسیار مهربان بود، شخصی غمخوار بود و بسیار یک همکاری خوب هم با ما داشت، فیضگل یوسفova. و در مراسم دفن این اپای عزیزمون شما و چند نفر دیگر از سرانده ها رو دیدیم که در آنجا بودید و سخنان بسیار هم خوب هم گفتن و گفتید و مخصوص شما بعضی از سخنهایی رو قید کردید که دیگران نگفتن.
شما گفتید که این نفر برای خودش زندگی نکرد، برای دیگران زندگی کرد. یعنی چی؟ ما در یک گویم اگر در شهر وحدت در یک محله اگر گویم به وای رسیدیم خطا نمیکنیم. ما نزدیک بودیم خانه‌مون. همجا وقتی کلان شدم، وقتی اپای فیضگل می اومد از شهر چگونه آن وقت سالیانه کمچین بود. بله. هنگامی که وقتی که اپای فیضگل نام با نامش بود وحدت می اومد همه جمع میشد. ما نیست می دویدیم پیشش می اومدیم. خیلی بعدا همه با سرودهای نپا کلان شدیم. بله. وقتی که من اون چیزا رو که به چشم خودم می‌دیدم و مثل من یک در یک اویله فقیر فیضگل به دنیا آمد کلان شد. بله. در یک اویله کاریگر و مثل من و خداوند همون اپای فیضگل سبب کرد که دستگیری همه خیش تبار شد. بله. همه آن نفرانی که مثال خیش تبار که از پدر یا از مادر محروم بودن یا اینکه خانه و در نداشته باشن، سرپناه نداشتن، اپای فیضگل من میدونم که به آنها سرپناه کرد. تا مرگ و مرده خیش شد تبار تا همه را فیضگل خودش اپای فیضگل گرو چوب کرد. خدا رحمت و مغفرتش کنه. بسیار عملهای نیک داشت و من باز تکرار میکنم که هنرمند زیاد است، انسان کم است. پیش از هنرمند بودن و شخصیت انسان بود. خانه‌اش زیاده این یتیمایی که حتی دارد یتیمی که از کوچه افتگی نوزاد کلان کردگی، از یتیم خانه گرفتگی کلان کردگی و اپای ما بسیار یک عملهای نیکش زیاد بود. شما درباره خاطره ها گفتید با ایشون، چی خاطره بود؟ وقتی باری چیدم اولین روزی صحنه، بعد از همین دشواری زندگیم، بعد گفت که از وقتی از طرفخانه یک کسایی هر جا برآمده من اون وقت خیلی بعد 2 بار که تنفس کردنم مثلا همه چی از دست رفته بود، مثلا ماشین، خانه، همه چی. بعد پیاده بودم و من آورد تا راهیو. بعد گفت که اکو صحنه برآمدی رومالت گرفتنی؟ من گفتم نه پنجان. گفت که اگر آب رو خواهی پس همین رومال قطعی برآمدی همین خیر رو دیگه. نه. و در حالتایی که مادر و برادرم از دنیا گذشتن در همه حالات من همین اپر در برم دیده بودم در هر دویشان. الهی روحشان شاد باد، خانه آخرتشان آباد باشد. بارها مشاهده کردیم که وقتی که یک نفری که مثلا خانه دارد، ماشین دارد، عموما یا شناخته است، وقتی که در حیات مثلا در قید حیات است زنده هست، البته خویش تبار فرزند شاید دوستان و نزدیکان کمتر به او توجه پیدا میکنند. بعضن حالت ها وقتی که یگان حالت دیگر می شود از دنیا میفوتد، بعد بالای ماشین و خانه و دو دستگاهی که مثلا اون نفر دارد، یعنی صاحبان زیاد پیدا میکند. برای چی چنین است؟ نوروز جان، من زیاد مثال دفن ها رفتم، بسیار جا رفتم این طرف، همون انسانی که بسیار خودش زحمت میکشه، عذاب میکشه، راحت همین بسیار نفرها راحت همین مهنتاش ندیدگی نیستن. و خودش سوال جوابش هم میاد و راحت دیگران میبینن. بله. من نمیدونم از روی چی باشه. آخه همون آدم وقتی مردن هیچی نبود به خودش، پس شما هم نمیبرید. برای که مهر محبت رفت، همه چیز شد. بعد مرده میمره، بعد به قدر میشه و اوی ایخی بود، فلانی ایخی بود، خوب بود، بد بود، یا اینکه چیزی داشت ایخی داشت، یا که نداشت، یا که مدام ایخی کرد، یا اینکه علاقه میبینید طریقی این شبکه‌های اجتماعی هم پر میشود. برای که آنقدر بی‌سوادیم، آنقدر دوریم از محبت که در زندگی محبت به یکدیگر تقسیم نمیکنیم. بله. من برای چی گفتم همین چیزا نه که در من نیست، همین چی همین خصلت نیست. من خدا با شکر دل برهم داده من خداوند و من همیشه به نزدیکام در همین وقت توجه میکنم و از اونها هم همین توجه در همین حالت زنده بودن انتظاری. بله. ما به نزدیکی یک ویدیو دیدیم که شما سخت شکایت میکردید از تماشابین هایتون، از نمیدونم از نفران که شما رو میبینن و ایراد میگیرن که مثلا حج رفته است و آمده است با صحنه بر آمده است و فلان و بیسادان و هزار یک ایرادی دیگر نسبت همین شما چی گفتن هستید؟ برای چی این ویدیو رو کردید و چی سخنها با شما گفتن در عموم؟ راستی در همون چگونه میگن دایرکت لیچکم با می نوشتن امور حج رفتی با اومدی حافظی میکردی یا اینکه وای حاجی رو بینینی
خیلی زیادی کامنتار میبینی که خیلی میبره جهاجی را بینین خیلی ایسی صدقه خانه خدا شوی خیلی میگن که هر کس که حج میکند برای خود میکند اولش دیمش که من خانه خدا را زیارت کردگی نیستم من حاجی هم شدگی نیستم و اون نفرانی که حج میروند تنها خداوند خودش میدونه که کی از آنها حاجی است خیلی هر یک انسان آرزوی اوجه را دارد آرزوی اوجه رفتن دارد لیکن من نرفتم این پوشیدن لباس محکمی من رومال این همه بعد از مرگ مادری من بود که من دیگر به خود قول دادم که دیگر باید که عموما همین تماما یکم لباس اوریان یا اینکه سریلیش دیگر برآمد نکنم. درباره مادر حرف زدید بعد از گذشت مادر و برادرتان کی همچون یک شخصی نزدیک و یک شخصی باوریناک در براتون است؟ فکر میکردم که بجز فرزندهای پدر و مادر دیگر کسی نیست و لحظه که مثال که اون آدم در یک دشواری و ازمینی میغلطد بجز خداوند یا اینکه یکم فرزندی پدر و مادر باشد دیگر کسی با او یار و رفیق و آشنایی نمیشود. بله تشکر برای شما. درباره فرزندتون حرف میزنیم. ما یک دو نوار رو دیدیم که در اونجا فرزندتون با ورزش نمودی باکس مشغول است. بچه جانم. بچه‌تون. بله فرزندتون. و من یک ویدیو رو دیدم که یک مشت یک بچه دیگر از زد و بچه از هوش رفت. خیلی من نفهمیدم. و واقعا از هوش رفت؟ راستی گپ اگر که برای مادر دشوار است که فرزندش در یگان ورزش باشد که اون رو رتکوب کنند بله لیکن از جهت دیگر فکر میکنیم باید که مردک شوند. بله پسرچه من ابوبکر جان 11 ساله است در انمین طرف خانه خودمان در طرف انمان فرودگاه در یکی از چی بگم انمون یک زالهای انمین جایی که در تالارهای تمرین میکردگی زیر دستی انمین برادر عزیزم جهانگیر جان تمرین میکند MMA مشق میکند با انمون ورزش MMA مشغول است. بله من خودم هم نبودم آن زمان در توی بودم در انمین مومین آباد که با من همین نوار رو فرستادند که همین روز همین خیش شد. یک جهت دیگر خرسند میشه که بچه‌ت پیشروی میکنه جهت دیگر برای اون نفرو خیلی زیق میشوی که وای مادرش چگونه ایره قبول کرد. خیلی فکر میکنم که در این نمودی ورزش اگر فرزند تمانی باید که خوب اندیشه کنی که همین گناه میشود رخ میدهد. بعد از این شما چیکار کردید مثلا وقتی نوار را دیدید اونم به مثل فرزند شما بله یعنی رفتید دیدید رو یا اینکه خبر گرفتید زنگ زدید نه من پرسان شدم از وی از مثال پرسان شدم گفتن که نه این همین یک لحظه همین خیلی میشد باز به خود می اومد این همین خیلی بودای خدا کند که همین خیلی باشد همیشه به خود باشد. به خود بیاد. بله سلام باشه تشکر برای شما. سال 2019 ما شما رو به رادیو دعوت کرده بودیم و یک برنامه بسیار خوب داشتیم. اون زمان سوال کردیم که درباره پدر شما سرود دارید گفتید که در سال نو 2019 البته من یک سرود برای پدر آماده میکنم و از این سال تا این سال الکی 6 سال پشت سر میشود. آیا برای پدر شما سرود آماده کردید؟ نه برای چی؟ شاید از سببی که مهر پدری را ندیدم به همین خاطر باشد. ندیدید. شاید که مهر پدری را ندیدم به همین خاطر باشد. نه که انشالله در نیتم هست برای که پدر چگونه که باشد نباشد پدر است و بگذار که اگر که او خطا کرده باشد بگذار خودش پیش خداوند جواب شگن و ما احترامش میکنیم. شما عموما پدر رو دیده بوده؟ بله من رفتم کوبا. من یک چند وقت پیش وقت مادرم زنده بودن در من یگان وقت تاجیکستان می اومد از شهر روسیه می دیدم و لیکن باز نزدیکتر شدم بعد از اون که مادرم که مرد چگونه است انسان میبیند که یک مادرش مرد یک بود یک آدمی را میکند که اقلا یک مهر میکوه انسان. بله همین خاطر من رفته بودم سراغش. گفتید که شاید اشتباهی پدر بود. چی اشتباه کرد پدر؟ خیلی نکو بین وی کلانا چی بود نبود. مثلا شخصا با اویله ما هم میگونه یک حالت هست که مثلا از خوردی من وقتی 7 ماه بودم پدرم از مادرم جدا شد و این بعضی از سبب هایی که یعنی به من گفتن با خود شما چگونه مثلا نقل کردن همین خیلی البته که مادر پدر رو گناهکار میحسابید. پدر باشد وقتی که رفتم دیدم هم صحبت شد مادر رو گناهکار میحسابید هر خیل نه که من یک گپ گفتم با پدرم
مادرم هیچ وقت گناهکار نکنید، زیرا در همه حالت در پهلوی ما بود، ما را نپرتافت. با گفتی مادرتون پدرتون چیکار کرده است؟ خیلی نمیدونم، نمیخواهم. شاید که بعد با این نواری که من میبینم شاید که آنها باید ناراحت شوند. نمیخواهم که یک سخنم یک باعث ناراحتی کسی باشد. بله، تشکر برای شما. گرانترین لباس، گرانترین ماشین و هر چیزی گرانترینه که شما از دست دادید یا اینکه به دست آوردید، نرخشون چقدر بود؟ از همه گرانترین چیز در حیات این از دست دادن نزدیکان است. دیگر چیزی نیست. این دیگرش همش خداوند می میتید با در کارش در دست میگیره. من 3 سوال میدم با شما، فقط شما با رقم جواب بگید. خب گرانترین لباستون نرخش چند سوم بود؟ نمیدونم، حساب نکردم. گرانترین ماشین؟ نمیدونم. گرانترین تفنگی با شما هدیه کردن نرخش چقدر بود؟ من نمیتونم همین چیزا نرخ مونده، برای که اینو نرخ ندارم. نمیدونم، امروز نرخ دارم فقط نرخشون میافزد. تشکر برای شما. یک سوال دیگر، پیش از اون که من همین سوال با شما میدم عذر میخوام، ولی خب این مجبورم که همین سوالا بدیم. بیا تصور میکنیم که در آخرین لحظه های حیات هستیم، چی وصیت میکنید به نزدیکان، به شاید دوستان، به نزدیکان؟ وصیت میکردم که بعد از مرگم یگام نواری مرا دیگر مثل که خیلی کپای فیضی‌گل ماندن نمیخواد نمونن. گوش نکنن. نه گوش کنن، نمونن. و من دعا میکنم هر شب پیش خداوند که یک مرگ با آبرو نصیب میکنند. و مثال زیاد نفرها هر چی می نویسند، از کجا میدونید که ما در دل چی راز داریم و با خداوند چی راز میکنیم و چی درد دل داریم. نمیشود که عبادت و رازها را در اینستاگرام مثال پیشکش هم بکنیم، زیرا که اون بین ما و پروردگار است. و اون چیزی که میبینید، حیات روی پردگی رو میبینید، اون تماما دیگر است. پس پرده دیگر است. بله، کاملا دیگر چیز است. بله. یعنی همه سرنده همین گونه اندیشه دارن که وصیتشون همین است که بعد از مرگشون سرودشون گوش نکنن، یا این فقط فکر شماست؟ من نمیدونم. من فکر همیشه میکنم مرگ باید که انسان همیشه یاد کنه، به خاطر که مرگ به سر همه میبیاد، ولی ما خطاکار بودیم و همه بنده خطاکار است. فقط یگانه بی‌عیب این پروردگار ما است و ما فقط دعا میکنیم که همون چیزی که برای ما خوب است همون چیز نصیب ما کند. بله، تشکر برای شما. امیگونه ایراد هست که سریناز اکنون مادر برادرتون فراموش شدن، امیگونه سخن امیگونه کامنتاری ها رو ما چند بار خوندیم. جواب شما چی است با این کامنتاری ها؟ اگر که نفرانی که درد مرا دیده باشند، آنها درک میکنند و میدونند که فرزند پدر مادر هیچ وقت فراموش نمیشود. من راستیگم نمیخوام که در برنامه دیگر اشک ریزم و احساسات داده شوم. فقط میگم که این درد من خودم میدونم، خداوند که این فقط شب میشود، روی انمی بالین وقتی سر میمونی همه خاطرات پیش نظر میاد و در پیش بینندگان فقط یک چهره هر روزه کشادی ما را میبینند. او چیزی که درون دل ما هست او را فقط پروردگار خودش بیننده میداند. اونه که میگوید او خودش این درد دیدگی نیست، یا اینکه با مهر انمین فرزندی پدر مادر با وای رسیدگی نیست. بله. بازم مثل همین سوال یک سوال دیگر بعضی مثلا زیاد به شما پیام روان میکنند و نوشته میکنند که با من به شوهر نمیبرید، همین گونه هست. و باز یک سخن بسیار غیر عادی هم نوشته میکنند، خودتون خوبتر میدونید این سخن رو و بیاید بگویید و جواب شما به همین گونه نفران چی است. اگر خطا نکنم همین گونه است، از برای الله من شما رو بزنی میگیرم. راستی گپ برای زیادی نفران و برای زیادی زنها این کلمه علاقه معلوم است که زیادی مردها یک گپ دارند، زیادشون. همشه در نظر ندارم. ما از برای الله خطا گرفتنیه. پس چرا مرا از برای الله؟ فکر میکنم که شخصیت های بزرگ یکی مثال در گذشته بودن، مانند مثال یک
حبیبان خداوند اونها فقط یک زنهای درمانده بیجا مانده و زنهایی که کودکدار بودن و بیوزنهایی که مثال که شرایط خوب ندارن او را میگرفتن. بله. من نمیدانم که آزی در مود باشد که زیادی مردها زنهایی که خانه‌دار است، ماشیندار است یا اینکه نامدار میکنند. بله. نمیشود که همون به خاطر الله همون زنها رو بزنی گیرید. به خاطر که چرا که از پس زنهای ماشیندار و ثروتمند و پولدار میگردید. من خودم در نظر ندارم. در عموم میگویم من بوی نیستم. من خدا با شکر خیر چنین خودم دارم. بله. و زیاد شما فکر نکنید من با او قدرانده نیستم که شما را بگیرم و بخورانم و بپوشانم. من میدونید چه اینجا یک گپ دیگه که ناموس میگن. بله. اگر مردی که غروری مردی داشته باشد، ذره ناموس داشته باشد، میداند چگونه زن را بگیرد و اگر گرفت هم هنرمنده باید که خورانده پوشانده تواند که دیگر بازگشت توی صحنه نکند. بله. مردی خوبه زنش در صحنه فکر میکنم که هنرنمایی نمیکند. است؟ بله. یا این میبخشد اگر به عزت نفس یک گام کس رسیده باشم. این فکر شخصی من است. فکر شخصی من است. بله. من اگه باید که او کودکو را به وای رسانم این طرف کنم بسیارش از برای الله زن میگیریم. بعد میگه که خیلی من هنرمند با چی میشه از برای الله خیلی دیگه مرا میگیشته و میگه هیچ گپ نداره دلت صافه کو همه راه درست برام حافظیت که بیو هیچ گپ نداره. بله. تمام. همه خیلی سال. موضوع رو که شدیم فکر میکنم ادامه بدهیم خوبتر است. چند سال میشود به شوهر هستید؟ یک 4 سال زیادتر شد قریب. بله. یعنی پیش از مرگ مادر بود. بله بله. پیش از مرگ مادر شما یک مشکلی داشتید الکی؟ بله. وقتی مادرم بیمار بود الکی در همین حالت وزنی بود، همین حالت که همین هر روزم بالینسه با بالینسه ها بود. خیلی خدا با شکر من با مادرم همون لحظه در بعضی نافرمایی شد که جدا شدیم. نافرمایی از جانب شما بود یا از جانب شوهرتون؟ ما هر دو یکدیگر رو نفهمیدیم. هر دو یکدیگر رو نفهمیدیم. بله. اشتباه خود شما چی بود؟ اشتباه من شاید که هم بود که من توجه بسیار به خود میخواستم که برای من توجه کند. شاید که همون گفتیم او که منیه همین چی برای من نمیرسید. دقت به شما. بله. یعنی مهربانی غمخواری نمیرسید. بله. اشتباه شما همین بود و اشتباه شوهرتون چی بود؟ شاید که در نظر وی اشتباه نبود. شاید اگر نمیدونم هیچ کس که دوغی خودش مثال تروش نمیگوید. میشود که برای یک توجه نکردن مثلا در حال خلاصه کرد که از همدیگر باید شما جدا شوید. یکون راه حل نبود؟ این سالهای زیاد الکی دوام داشت. به توجهی. بله. برای من توجه شما در چی میفهمید؟ در یک خوردن و پوشیدن؟ نه مهربانی. بله. زیاد در برات باید بدن. سخنان خوب گفتن. همیشه همین باشد که در پهلویت باشد. وقتی که زیاد مرد در پهلویت نیست الکی که این باعث یک سردی زندگی است. بله. دخترتون گفتید که 19 سال دارد. بله. از میان الکی 4-5 سال پشتی سر می شود. نیت ولادت‌شوی رو شما نکردید؟ یا که اگه نفر موافق و مناسب خود رو پیدا نکردید شما؟ من باور میکنید که هر وقتی که یکم نفر پیدا می شود در زندگیم راست گپ یعنی استخاره میکنم، یعنی که با پروردگار راز میکنم و میگم که اگر همین نفر برای من خیری بیارد پس ما رو یک جای کن. اگر که نباشد پس خوبترش که نباشد. و من هیچ وقت یگان نفر را از خداوند طلب نکردم به خاطر آنه که خداوند داناست و او میداند که برای من کی خوبتر است. و همون نفری که برای من صلاح دانست و همون نفری که در تقدیر من باشد من قبول. اونش هم باید گفتن در کار نیست. اون پایین من پروردگار است. فقط یک چی میخوام که همین اون چیزایی که آرزوهای دارم، اون چیزایی که در دلم هست میخوام که همینا زودتر عملی شوند. یک آرزوش بگیم، یک آرزویی که شاید ما نمیدونیم، مخلصانتون نمیدونند، یک آرزویی که شما زیاد میخواهید که اون در حال عملی شود. میخوام تماما زندگیم عوض شود.
چی خیلی مثلا به دیگر پهلو. یعنی مثلا هنر را بس کنید شاید پهلوی دیگر را چگونه دیدن میخواهید؟ شما میدونید که امین از همه چیز در زندگی این آرامیشه. آرامیشه. امین شخصی هنرمند فکر میکنم اونقدر آرامیش ندارد، زیرا که همیشه در دو است، در جستجو است. باید ایجا رود، باید که اینقدر گپ و خبر هر یک چیز نه پس سر میکنی، هر یک مشکلی ها. میخوام که انده یک زنی خانه باشم و آرام زندگی کنم. وجود شما رو چی اذیت میدهد بیشتر؟ چی شما رو زیاد با تشویش می آورد؟ کدام حالت بسیارتر شما رو مایوس میکند و کدام حالت وقتی که پیش نظرتون می آید شما در حال خود رو خسته و مایوس و مثلا بیچاره و تنها و یعنی شاید حتی همون حالت هم گریه هم شاید میکنید. همین کدام حالت بوده میتونه که وجود شما رو زیادتر اذیت میدهد؟ وقتی فکر میکنی این دنیا را عاقبت هیچی بوده است، همه از هم جدا شوی بوده، خیزیق میشوی، باز میبینی فرزندکاتا برای وی باید زندگی کنی. خیلی باز میبینی که اینقدر دنیا را اینجا آرامی شکرگزاری میکنی و میخوام که اون چیزایی که ما ندیدگیم پروردگار اما خوشبختی ها را نصیب فرزندای ما کنه و یگام فرزند یگام مادر تاجیک درد غم نبینه. بله. وقتی که از شما سوال کردم با یک ناراحتی شما پاسخ گفتید که همین قشنگ فهمیدم که همه چی در همین دنیا پول بوده است. بله. یعنی چی پول بوده است؟ پدر، مادر، برادر، دوست، دوگانه، همکار، همکسب، مثلا نفری که با تو دویم یک جا است. چی پول بوده است؟ یعنی یا خود دنیا مثلا نمیدونم چی رو گفتم میتونید به همین سوال چی پاسخ گفتم؟ فکر میکنم که این دنیا خودش همین گناه است و یا اینکه چون این زمانه است که پیش وقت من یادم ده هست مهر و محبت بود. از فکر میکنم که این خیلی از تجربه زندگی خودم که وقتی که 2 سال بی پول بی چیز مثال در خانه ماندم کسی یادت نمیکنه. خیلی بجز هم یک اپا و یک دادرک دیگه موندگی بود. خداوند خودش شاید که پیدا باشن یگام نفرانی که یگام وقت سراغت کنن، نه که تا آخر هیچ کس در برات نمیمونه. خیلی تا آخر کی در براتون بود؟ اول پروردگار، بعدا همون اپای و یک دادرک دیگه دارم و بعد خیلی فرزندکم. خدا را شکر. بله. تشکر برای شما. در انجام برنامه هستیم. اگر اون چی گفتنی باشید مرحمت. در انجام برنامه میخواستم بگم که انسان در کدام حالتی که نباشد باید که نیک باشد، نیک بین باشد، نیک گفتار باشد، دلش نیک باشد، سیاهی نباشد، زیرا که این دنیا ارزش آن چیه ندارد که ما یکدیگر را طمع زنیم، یعنی که قضاوت کنیم، سخنهای بد بگیم. و فکر میکنم که همین 2 نفر پیش از مرگ میتواند که باعث پشیمانی کشد. یکی نفر خوبه که چرا یک خوبی زیاد نکردم و آن نفر بده که چرا بدی ها کردم. بله. نیکی خوب است. بیاین یکدیگر در نیک باشیم، دوست باشیم. من فخر میکنم که تاجیکم، من ملت ما دوست میدارم، وطن ما دوست میدارم و هیچگاه نمیخوام که برای همیشگی از وطنم دور باشم. یک لحظه میرم میام، لیکن وطنم وطن مای، ملتم ملت مای. من از تاجیک بدنم افتخار دارم و همیشه میگم که چرا که ما نمیتونیم که هممون یک جا باشیم، مثلا دست به هم باشیم و همین دیگر یک دیگر ده بدی نکنیم، باید ما دستگیری همدیگر باشیم. بله. همین میخوام بگم. دوستان عزیز، ما هنگام صحبت چگونه که سرروز خودشون هم قید کردن، ما طرز خود رو تصور کردیم در صحبت، گویا که در یک صحبتی آزاد قرار داریم و گویا که نواربردارها در جای دستگاهی نواربرداری نیست و میگونه از خوب کارمندان پشتی دستگاهی نواربرداری حتی فراموش کردیم و یک صحبت جالب هم داشتیم. تشکر برای شما. خوش آمدید. بارگر سلامت باشید و خدا شما را نگهبان باشد و امیدوارم که
شاید که ذره اگر یکم سخن خوب زده باشیم شاید که تاثیر کند به همون نفرانی که شاید سخنهای قبیح را بس میکرده باشن نوشتن یا اینکه به یک دیگر ضرر رساندن بس میکرده باشن. بیا دوست باشیم، بله، بیا دیگر را دوست داریم. دوست داشتن باید به خاطر آنها باشد. تشکر برای شما دوستان. یادرس میشیم که این برنامه نوبتی ما بود و این دستگیری شما است که البته ما چنین برنامه ها رو برای شما پیشنهاد می‌نماییم و چنین دستگیری های خود رو ادامه دهید. جالب‌ترین برنامه ها رو از کانال توجکام گروپ منتظر باشید. ما میرویم مهمان نوبتی رو پیدا میکنیم و تا نزدیکترین فرصت با شما خیر خوش میکنیم. خیر دوستان عزیز.